فروغ صوفی دانایی کتاب است. این آزمون جمهوری بوده با امر و سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2019 این جانب آغاز ادامه دارد. آزمون مذکور با مقصد تشویق کتابخوانی، بلند برداشتن معرفت نورسان و جوانان و اهالی روی کار آمده طی 6 سالی برگزاری است ثابت نمود که ذوق کتابخوانی، نیروی ذهنی، سخنوری و سخندانی، قابلیت ایجادی و جهان معنوی اشتراکداران آن رو به رشد آورده است. سال جاری نیز آزمون فروغ صوفی دانایی با امر سربر دولت راه اندازی گردیده امروزها دور شهر و ناحیه‌ای آن آغاز و ادامه دارد. چنانچه دور دوم این آزمون با حشمت در شهر گلستان نیز آغاز گردید. در آن برابر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات شرکت خواهند ورزید. من در آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است از نامیناسیون ادبیات جهان اشتراک میکنم. من جای نمایان را در دوره مؤسسوی این آزمون اشغال نموده میخواهم که در دوره‌های دیگر این آزمون نیز جای نمایان را گیرم. من سپاسگزاری خود را به پرزیدنت محبوبمان امامعلی رحمان میرسانم که به ما خوانندگان چنین آزمون‌ها را مهیا نموده اند. من زیاده از 12 اثر خوانده و زیاده از 100 شعر از خبر نموده و میخواهم در دوره‌های دیگر این آزمون جایهای نمایان را اشغال نمایم. باید تذکر داد که برای جلب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی به این آزمون مهیا نمودن شرایط مساعد برای دریافت ادبیات ضروره و مطالعه و از خودکنی آن از کتابداران کتابخانه‌ها آغاز کرده تا آموزگاران و پدر و مادران سهمگذاری کردند. یادآور میشیم که دایره اشتراکداران آزمون فروغ صوفی دانایی کتاب است خیلی وسیع بوده. در آن برابر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی، آموزگاران همه زینه‌های تحصیلات، خادمان علمی و ادبی مؤسسه‌های علمی و ایجادی، نمایندگان کسب و کار گوناگون و دیگر طبقه‌های اهالی کشور شرکت خواهند ورزید. در دور مؤسسوی 3019 نفر اشتراک کردند و در دور شهری 767 نفر خوانندگان راهخط به دور شهری گرفتند که باعث افتخار است. ما باوری داریم که خوانندگان شهر گلستان در این آزمون جمهوری اشتراک ورزیده در دوره‌های نهایی غالبیت را به دست می‌آورند. آزمون از 4 دور و 6 نامیناسیون عبارت بوده. آن اول در سطح مکتب‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی برگزار شد و بعداً در سطح شهر و ناحیه‌ها و ولایت گذرانیده می‌شود. سپس بهترین‌ها به دور جمهوری آزمون راه یافته. جایزه‌داران امسالی آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است معین کرده خواهند شد.